من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث گروه‌های مختلف یهودی بود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور داشتند. اولین گروه احبار و رهبان سوء بودند، علماء سوء یهود. خداوند عزوجل فرمود افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما انتظار دارید که اینها ایمان بیاورند در حالی که اینها کلام الهی را که تورات هست تحریف میکنند، تغییر میدهند. اونها چگونه ایمان میآورند؟ و اذا لقوا الذین آمنوا جماعت دوم هست، گروه دوم هست، منافقین یهود. خداوند تعالی درباره منافقین یهود می فرماید اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. هرگاه که با مؤمنین ملاقات می کنند، برخورد می کنند، اظهار ایمان می کنند منافقین یهود. و اذا خلا بعضهم الى بعض، هرگاهی که خلوت می کنند بعضی به سوی بعض و می روند بعضی به سوی بعض، با همدیگر جمع میشند، همدیگر را تنهایی می بینند، بر همدیگر اعتراض می کنند. میگویند که چرا شما وقتی که پیش مسلمانان هستید همه چیز را بهشون میگید، تمام اسرار را بهشون نگویید، تمام رموز را بهشون نگویید که در تورات ما
ذکر محمد و صفات محمد ذکر شده. اینها را نگویید. اینها را که میگویید آخر چی میشه؟ همینها برای خودتون بلا میشه. از اینها استدلال میگیرند بر علیه مذهب خود ما. قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا شما سخن میگویید و خبر میدهید مؤمنین را بما فتح الله علیکم، به آن چیزی که خداوند برای شما بیان کرده؟ فتح الله به معنی چیه؟ بیان فرموده، ظاهر کرده. چیزی که خدا برای شما در تورات ظاهر کرده و بیان کرده، شما اونها را به مسلمانان میگویید. اینها اسرار هستند، نباید این اسرار را گفت. اینها بر علیه خود ما تمام میشند. ببینید تفسیر روح میگه اتحدثونهم بما فتح الله علیکم ای تخبرون المؤمنین بما بینه الله لكم خاصة، تخبرون المؤمنین بما بینه الله لكم خاصة، شما به مؤمنان میگویید آنچه که خدا برای شما فقط بیان کرده. شما فقط از اینها خبر دارید، تو تورات کسی دیگه خبر نداره. بما بینه الله لكم خاصة من نعت نبیه محمد صلی الله علیه وسلم. روح المانی. خب شما چرا این مسائل را بیان میکنید؟ بما فتح الله علیکم، به آنچه که خدا بیان کرده، ظاهر کرده بر شما. شما میگویید لیحاجوکم، لام عاقبت هست. عاقبت چی میشه؟ آخر چی میشه؟ لیحاجوکم به عند ربکم، تا اینکه با شما بحث کنند، بر علیه شما دلیل بگیرند به امان گفتهای خود شما. عند ربکم، نزد پروردگار، در دنیا یا در آخرت. اینو بنویسید، در دنیا یا در آخرت. معنیش چیه؟ معنیش اینه که در دنیا فردا بیایند و شما را ملامت بکنند، یا اینکه شما آن چیزی که میگویید فردای قیامت بر علیه شما چی میکنند؟ استدلال میگیرند. خدایا خود یهود اعتراف کرد، خودشون گفتند که تو تورات ما این چنین هست. چرا شما این اسرار را به مسلمانان میگویید؟ افلا تعقلون، آیا شما عقل و خرد ندارید؟ افلا تعقلون حیث تقیمون الحجة على انفسکم. مفسرین میگویند شما نمیفهمید خودتون بر علیه خودتون حجت قائم میکنید، خودتون بر علیه خودتون دلیل درست میکنید. اکنون خداوند حماقت این منافقین را بیان میکند. این منافقان که پیش شما میایند و با هم خلوت میکنند در تنهایی، فکر میکنه اگر اونها به شما نگویند شما مطلع نمیشید، در حالی که خدا به شما میگوید. در حالی که چی؟ خدا به شما اطلاع میدهد. الله میفرماید اولا یعلمون ان الله، آیا نمیدانند یهود؟ اولا یعلمون، آیا نمیدانند یهود ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خدا میداند هر آنچه که آنها مخفی میکنند، و ما یعلنون، هر آنچه که آنها ظاهر میکنند، علنی میکنند. خدا هم اسرارشان را میداند، هم علنیشان را میداند. یعنی اگر اونها نگویند فحینئذ یظهر الله للمؤمنین، فحینئذ یظهر الله للمؤمنین، خداوند برای مؤمنین ظاهر می کند، آشکار می کند. ما ارادو خفاءه، آنچه که اونها میخواستن مخفی بکنند خدا ظاهر می کند. بواسطه الوحی الی النبی صلی الله علیه وسلم،
خدا چگونه ظاهر میکند؟ به پیغمبرش وحی میکند. فیحصل المحاجه، پس محاجه حاصل میشه، یعنی دلیل گرفتن بر علیه اونها خود به خود چی میشه؟ به دست میآید. از کجا میشه ما دلیل بگیریم یهود به ما نگویند؟ خدا به ما میگوید. خدا به ما خبر میدهد و گفته که در تورات نعت محمد و وصف محمد صلی الله علیه و سلم ذکر شده. به هر حال این حماقت یهود بود. گروه دوم یهود، گروه دوم کیا بودند؟ منافقان یهود. گروه سوم کی بودند؟ عامه یهود، عموم مردم. الله تعالی اینجا و منهم امیون گروه سوم را ذکر می کند. الله می فرماید و منهم امیون، بعضی از یهود هستند امی هستند، یعنی ناخوانند، بی سوادند. لا یعلمون الکتاب، کتاب را نمی دانند، هیچ چیزی از کتاب خبر ندارند، یعنی از تورات. الا امانیه، مگر یک سری خیالات باطل. امانی میگه آرزوها، آرزوهای خیالات دروغین، اکاذیب بنویسید. امانی یعنی چی؟ اکاذیب، دروغهایی، یک سری خیالات بیجایی. اون خیالاتشون چی بود؟ عوام یهود به ذهن عموم مردمشون این را نشونده بودند و ترسیم کرده بودند که خداوند شما را میبخشد، چون که پدران شما همه پیغمبرانند، شما از نسل انبیا هستید، شما عمل بکنید نکنید، خوب باشید نباشید، آخر پدران شما نمیگذارند شما به جهنم بیفتید. این امانی بود. امانی یعنی انتظارات بیجا، خیالات فاسد. تفسیر بحر المحیط میگه و امانیهم ان الله یعفو عنهم، هیچی عمل نمیکنه، ایمان نمی آورد، اما آرزویش چیه؟ آرزویش اینه که خداوند او را معاف میکنه. اونها را چی میکنه؟ ان الله یعفو عنهم، خداوند معافشون میکنه. و یرحمهم، بر اونها رحم میکنه. ولا یؤاخذهم بخطایاهم، به خاطر خطاها خدا مؤاخذهشون نمیکنه. و ان آباءهم الانبیاء یشفعون لهم، امانی و انتظارات بیجا این بود که پدرانشان که پیغمبران هستند چی میکنند؟ شفاعت میکنند. خب ببینید اینجا هم یک نکته عرض میکنم. عرض کردم که نمونه های یهود در این امت هم هستند. حضرت اساتید میفرمودند رحمهم الله که در این امت در ذهن بسیاری از عموم مردم هم امانی ایجاد کردند، خیالات ایجاد کردند. گفتند که شما مثلا با فلان مرشد اگر بیعت بکنید فقط بیعتتون کافیه، نماز نخونید، قرآن نخونید، خدا را یاد نکنید، هر کاری بکنید، چون که شما بیعت دارید اینها نمیگذارند شما روز قیامت شما را عذاب بدن، شما به جهنم برید. در حالی که افرادی که بیعت میکنن برای چی بیعت میکنن؟ که پایبند باشند. ولی این امانی چیکار میکند؟ پایبندی اونها را کم میکند. میگن شما هر چی که انجام میدهید انجام بدهید، هیچ مشکلی برای شما نیست. لذا این یک نوع امانی، انتظارات، انسان فکر بکنند من فلان نسبت را دارم لذا هیچ نکنم، هیچ عملی نکنم، یا بگوید که من اینقدر عمل کردم لذا بسه. خیلی از افراد هستند که بظاهر درویشند اما نماز نمیخونند، میگویند ما اینقدر کردیم، اینقدر عمل کردیم که بسمون هست.
این فریب شیطان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله چی میگه؟ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین همه مفسران تفسیر کردن موت، تا لحظات موت خدا را پرستش کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم مریض هست، 2 نفری اون را از بازوی راست و چپ میگیرند و آن حضرت به طرف مسجد که میرود پاهای مبارک کش میخورد، ولی خودش را به نماز میرساند. آخرین لحظات میخواد بره به مسجد، بلند میشه باز قش میکند، دوباره بلند میشه قش میکند، 3 باره، تا جایی که در توانش هست میخواد عبادت خدا را انجام بده. اما بعضی هستن میگن ما بخشیده شدیم، ما به یقین رسیدیم. العیاذ بالله. اینا چیه؟ امانی، اکاذیب، خیالات فاسد. لذا الله می فرماید و منهم امیون، بعضی از آنها هستند امی ها، لا یعلمون الکتاب الا امانی، کتاب را یعنی تورات را از تورات چیزی حالیشون نیست، درک نمی کنند، متوجه نمی شوند، الا امانی، مگر اکاذیب هستند، مگر خیالات فاسده هستند. و انهم الا یظنون، نیستند این گروه، این انسان ها مگر گمان می کنند. یک سری گمان هایی دارند، ظن و گمان هست، دیگه چیزی دیگه در وجودشان نیست. این گروه سوم بود. گروه چهارم علماء محرفین، علمایی که تورات را با دستان خودشون تغییر دادند. الله عزوجل برای این علماء سو که تحریف میکنند و حکم خدا را جابجا میکنند، برای اینها هلاکت و ویل میفرستند. الله میفرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، ویل و هلاکت برای کسانی که یکتبون الکتاب، کتاب خدا را با دستهایش خودشون می‌نویسند، یعنی به تصویر انفسهم لهم ذالک، یعنی او چیزی که نفسشان برایشون مزین میکند، زیبا میکند، نفس آراسته میکند، او را به خور مردم میده. میگه این دستور خداست، از خود ایجاد میکند و به عنوان دستور خدا معرفی میکند. بعدم به مردم چی میگویند؟ ثم یقولون، بنویسه به عموم مردم میگویند. به عموم مردم چی میگویند؟ ثم یقولون هذا من عند الله، این از طرف الله است، این کلام محرف، این از طرف خداست. چرا این کار را میکنن؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، علت این استا میخواهند بگیرن به وسیله این پول اندکی در مقابل آخرت اندک است، ورنه پول کلانی میگرفتن، پول اندکی بگیرند. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، ویل هلاکت برای آنها به سبب آنچه که دستهایشون نوشت. و ویل لهم مما یکسبون، ویل و هلاکت برای آنها از آنچه که اونها کسب کردند. اونچه که کسب کردند خداوند ویل و هلاکت میفرستد. این گروه چهارم بود، ملاهای محرف، کسانی که کتاب خدا را تغییر دادند، کسانی که در دین ما باشند، در دین اسلام باشند، قرآن را تغییر بدن، تحریف بکنند، شرک را ترویج بدهند، مردم را به سوی خرافات فرا بخوانند، تفسیر بالرأی بکنند، تفسیر انحرافی بکنند، اونها هم مصداقند. ویل لهم مما یکسبون، بخاطر این عمل کرد، این کسب، این کار، خداوند ویل و هلاکت میفرستد. و قالوا لن تمسنا النار، این گروه پنجم اینجا هستند. گروه پنجم کیا بودند؟ آقازاده ها بودند، اونهایی که می گفتند ما به هر حال صاحب زاده ایم، ما پیغمبر زاده ایم، افتخار به آبا و اجداد، خودش
هیچ عملی نمی کند. اینها می گفتند هر کسی که مثل ما باشد به جهنم نمیره. پدران نمی گذارند، فرزند نوح میره، ولی شما نمیرید که نسبت با انبیا دارید. پدر حضرت ابراهیم میره. الله می فرماید وقالوا لن تمسنا النار، می گفتند جماعت خامسه، می گفتند لن تمسنا النار، آتش به ما نمی رسد، آتش جهنم به ما اصابت نمی کند، الا ایاما معدوده، مگر ایام معدودی. ایام معدود چند روز بود؟ 40 روزی که گوساله پرستی کردیم. خداوند می فرماید قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما نزد خداوند عهدی دارید، پیمانی دارید که فلن یخلف الله عهده، هرگز خداوند خلف وعد نمی کند، خلف عهد نمی کند. آیا عهدی دارید؟ نشون بدید. ببینید عهد خدا چیه؟ عهد خدا لا اله الا الله هست. شما دارید؟ ندارید. قال ابن مسعود عهد بالتوحید، عهدی که عهد توحیدی باشه شما دارید، شما به توحید خدا اعتراف کردید. یدل علیه قوله تعالی، ما از کجا میگیم عهد توحید؟ از خود نمیگوییم، آیه اشاره دارد الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، این را خدا استثناء فرموده که به عذاب گرفتارش نمی کند. من اتخذ عند الرحمن عهدا تفسیرش چیه؟ یعنی قوله لا اله الا الله، هر که بگه لا اله الا الله، به این اعتقاد داشته باشه، باور داشته باشه، به مقتضیاتش عمل بکنه، او را خدا به جهنم نمی برد. معالم التنزیل. ابن عباس جالبتر تفسیر می کند، قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما با خدا عهد دارید؟ یعنی چه؟ و روی عن ابن عباس رضی الله عنهما، از رئیس مفسران این گونه روایت شده که ان معنی الآیه، معنای آیه این است هل قلتم لا اله الا الله و آمنتم و اطعتم، آیا شما لا اله الا الله گفتید، ایمان آوردید، اطاعت کردید، که چنان خاطرتون جمع و مطمئن میگویید که ما را خدا عذاب نمیده؟ خدا اونهای را عذاب نمیده که به توحید ایمان داشته باشند، به اقتضاء توحید عمل بکنند. لذا الله می فرماید ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا اینکه خداوند بر خدا میگید آنچه که نمیدانید، یعنی بهتان افتراء از خود درست میکنید. خدا کجا با شما عهدی بسته؟ شما که لا اله الا الله نگفتید، شما که مشرکید، موحد نیستید. اکنون خداوند ضابطه را بیان میکنه، قانون را بیان میکنه. قانون با آقازاده و ولیزاده و پیغمبرزاده و آخونزاده کاری ندارد. قانون خدا اینه، دستور خدا اینه. الله می فرماید بلا من کسب سیئتا، هر کسی که کسب کند، به دست بیاورد سیئتا، سیئه کسب کند. سیئتا تنوین للتعظیم هست. سیئه به معنی شرک، یعنی هر کسی که شرک انجام بده. شرکا عن ابن عباس، ابن عباس اینجا سیئه را چی تفسیر کرده؟ کسی شرک مرتکب بشه، هر که باشه، و احاطت به خطیئته، خطاهایش او را احاطه بکند، گناهانش او را احاطه بکند، یعنی گناه زیاد داشته باشد، پروندهش پر از گناه باشد. فاولئک اصحاب النار، نتیجه شرک و گناه. فاولئک اصحاب النار، این افراد، این گروه اهل نار هستند، مال جهنمند.
هم فیها خالدون، اینها در آن جهنم همیشه ماندگار، همیشه خلود. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، الله می فرماید کسانی که ایمان بیاورند، یعنی قوه اعتقادی، اعتقاد درست، اعتقاد راسخ داشته باشند، و عملوا الصالحات، قوه عملیه، یعنی عمل صالح انجام بدهند، هم ایمان هم عمل صالح. اولئک اصحاب الجنه، نتیجه اینها اهل بهشت هستند، اصحاب جنت هستند. هم فیها خالدون، همیشه در اون جنت میمانند، ماندگار هستند، همیشه در جنت ماندگار هستند. اینجا ببین قانون بیان شد، ضابطه بیان شد، هم برای مشرکان هم برای موحدان، هم برای کافران هم برای مؤمنان. کافر ایمان ندارد، شرک دارد، عمل صالح ندارد، خطا دارد، گناه دارد. مؤمن چی؟ ایمان دارد، اعتقاد دارد، توحید دارد و همچنین عمل صالح. ولی یک نکته بسیار لطیفی و ظریفی علامه آلوسی که رحمت خدا بر او باد اینجا بیان کرده. واقعا یکی از مفسران بسیار مسلط و مفسری که بسیار چون در متأخرین هست و تمام نکته ها و محاسن متقدمین را هم جمع کرده و علاوه از این نکات بسیار خوبی و جالبی در تفسیر خودش دارد، تفسیر روح المانی آلوسی. ایشون اینجا یک نکته بیان فرموده، گفته ببینید اینجایی که سیئه بیان شده و احاطت به خطیئته، بر این مرتب شده فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یکی جهنم و یکی خلود جهنم. جهنم و خلود جهنم بر چی مرتب شده؟ بر شرک و گناه. با فا آمده که فا تفریح است، یعنی خلود فی النار متفرع هست و مرتب هست بر شرک و گناه. یعنی هر کسی شرک بکند، هر کسی گناه بکند، به سبب اون شرک و به سبب اون گناه همیشه در جهنم میماند. اما اینجا که بحث بهشتی ها هست فا نداریم، فا نیست. چیه؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه. فاولئک نگفته. معنیش چیه؟ معنیش اینه که خلود در جنت بر ایمان و عمل صالح مرتب نیست، بلکه خلود در جنت به لطف و احسان رب است. خلود در جنت چیه؟ به لطف و احسان رب هست. خلود در نار بله مرتب است بر شرک و بر گناه، اما خلود در بهشت، این که انسان به بهشت میره الله بر کسی لطف میکنه، انسانی این به سبب عملش نیست، به سبب ایمانش نیست، الله عزوجل بر او فضل میفرماید. مفهوم حدیث هم همینه، بر او لطف میفرماید. به این خاطر فاء تفریع اینجا ذکر نشده. و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. خداوند اینجا میثاق بنی اسرائیل را یاد می کند. نکته سوم بود، بحث سوم بود که در بحث سوم گفتیم که خباثت های بنی اسرائیل موجود، اونهایی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، درباره اونها خداوند بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، زمانی که ما پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل. پیمان چی بود؟ ببین این پیمان در کجا گرفته شد؟ این پیمان در تورات هست. پیمان این بود لا تعبدون الا الله. تشریح میثاق، اول حقوق الله، عبادت نکنید هیچ هستی را، هیچ ذاتی را بغیر از الله. دوم
و بالوالدین احسانا. بعد از حقوق الله حقوق العباد، ای احسنو. احسانا مفعول مطلق چیه؟ احسنو. احسنو بالوالدین احسانا، با پدر و مادرتان نیکی کنید، احسان کنید. و همچنین با بقیه ذوی القربا. و ذی القربا والیتاما والمساکین، با خویشاوندان، با یتیم ها، با مسکین ها. هم معاملتون را با خدایتون خوب کنید، درست کنید. کسی را به غیر از رب پرستش نکنید، از کسی نخواهید، از کسی استمداد و استعانت نطلبید. این عبادت است. و همچنین نسبت به خویشاوندان ذوی الارحام چی باشید؟ محسن باشید. و سوم سیاست مدنیه، تو شهرتون با مردم خوش رفتار باشید، در آداب، در معاشرت، در معاملات خوب باشید. و قولوا للناس حسنا، و بگویید به مردم حسنا، ای قولا حسنا، قول زیبا، سخن زیبا، سخن نیک، خوش رفتار، خوش اخلاق. اینها را از بنی اسرائیل خواسته بودیم و پیمان گرفته بودیم. سوم اصلاح نفس. و اقیموا الصلاة، نماز را برپا بدارید، این عبادت جانی بدنی. و آتوا الزکاة، زکات پرداخت کنید، عبادت مالی. ای بنی اسرائیل، از شما پیمان گرفته بودیم این مسائل را شما عامل باشید، اما شما چی کار کردید؟ الله می فرماید ثم تولیتم الا قلیلا منکم، سپس شما اعراض کردید، شما پشت دادید، شما عمل نکردید. الا قلیلا منکم، مگر اندکی از شما. این اندک کی بود؟ امثال عبدالله ابن سلام و اصحاب و مقتدیان او بودند. بقیه شما بنی اسرائیل موجود، بنی اسرائیل مخاطب، شما پشت دادید. و انتم معرضون، در حالی که معرض بودید، روی گردان بودید از این دستورات رب العالمین. و یکی از خباثت های شما، یکی از امراض شما و خیانت های شما این بود که شما پیمان هایی که در تورات داشتید، چه این پیمان ها نسبت به حقوق الله، چه نسبت به حقوق بندگان، این پیمان ها را شکستید، پیمان ها را نقض کردید. اون پیمان ها چی بودند؟ و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، یاد کنید آن زمانی را که الله میگوید اخذنا میثاقکم، ما پیمان گرفتیم از شما، لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نکنید، خونهای خودتون را نریزید. ولا تخرجون انفسکم، و بیرون نکنید خودتون را، برادران خودتون را، من دیارکم، جلاوطن نکنید، تبعید نکنید، اخراج نکنید. ثم اقررتم، سپس شما یهود اقرار دارید که به این محاسن در تورات، در کتابهای گذشته شما پیمان بستید، عهد بستید. و انتم تشهدون، شما هم گواه هستید، گواهید، اما چیکار کردید؟ عمل کرد شما. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اما شما این یهودی ها، این یهود موجود بنو قریظه و بنو نذیر، تقتلون انفسکم، هم دیگر را میکشید، خودتون را میکشید. ای یقتل بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی را میکشید. بالاثم والعدوان، گاهی یکی را میکشند از روی حق، اما شما بالاثم والعدوان، با اسم و عدوان یعنی با گناه و تعدی شما هم دیگر را میکشید. ببینید یکی را اگر بکشیم به دلیل حقوق الله حقش هست، مثلا مرتد شده، اما اگر بدون اون باشد چیه؟ اسم است.
یکی دیگر را میکشیم به دلیل حقوق العباد، انسانی را کشته او را میکشیم، این حقش هست. اما بدون حقوق العباد چیه؟ عدوان هست، تعدی هست. لذا بالاثم والعدوان بنویسید بدون حقوق الله و بدون حقوق العباد. حق بنده نیست او را میکشی، بر او حق خدا نیست که او را بکشی، او را میکشی. لذا شما عجیب انسانهایی هستید که پیمان بستید و پیمان را نقض کردید. و این یأتوکم اسارا تفادوهم، اگر پیش شما اسارا بیاید، اسیرانی بیایند که به خاطر اون اسیران شما پول بدید، تفادوهم، فدیه میدهید، در حالی که و هو محرم علیکم اخراجهم، این حرام هست بر شما. چی حرام هست؟ اخراجهم، اخراج اونها حرام است. شما اونها را اخراج بکنید، اونها را بکشید، این حرام است. ببینید اصل شأن نزول را عرض بکنم، آیه را بهتر میفهمید. میدانید که قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم دو قبیله اصلی که باشنده مدینه منوره بودند، یعنی اوس و خزرج، از سالهای سال با هم جنگ داشتند. دو تا قبیله قوی قدرتمند. یهودی ها که به عنوان مهاجر آمده بودند، از شام آمده بودند، قبایل مختلفی بودند، ولی قبایل کوچک بودند، ضعیف بودند. به خاطر حفظ خودشان با قبایل بزرگ مقیم حلیف بودند، پیمان داشتند. بنو قریظه و بنو نذیر دو قبیله یهودی هستند. بنو قریظه حلیف اوس بود و بنو نذیر حلیف کی بود؟ خزرج بود. خب اوس و خزرج که با هم می جنگیدن، اینا هم حلفایشون یعنی هم پیمانانشون، اینها هم باید در صف اونها قرار می گرفتن. لذا بنو قریظه در صف اوس قرار می گیرد، بنو نذیر در صف خزرج قرار می گیرد. با هم می جنگیدند، با هم می جنگیدند. خب خداوند می فرماید که آیا به شما گفته نشده بود، پیمان گرفته نشده بود که هم دیگر را نکشید؟ چرا در دو صف مخالف قرار گرفتید و هم دیگر را می کشید؟ گاهی یکی که مغلوب می شد باید خانه و کاشانه خودش را چی می کرد؟ ترک می کرد، باید بیرون می شد. خب اینها چه کار می کردند؟ اونی که غالب می شدند اون گروه دیگر را بیرون می کرد. برادران خودتون را، هم کیش و هم مسلک خودتون را بیرون می کنید، در حالی که و هو محرم علیکم اخراجهم. اما یک عادت دیگه داشتن، اگر یکی از اینها اسیر می شد، مثلا قریظه‌ای اسیر می شد در دست قبیله کی؟ بنو نذیر، یا در دست قبیله خزرج، الان پول جمع می کردند، فدیه می دادند تا اسیر را آزاد بکنند. هر دو گروه پول جمع می کردند. خب این اسیر از دشمن شماست، این از قبیله قریظه هست، در مقابل بنو نذیر است. می گفته این دستور تورات است که هرگاه از ما یهود اسیری بود، ولو اینکه دشمن بود، باید آزادش بکنیم. خداوند اینجا میگه که عجب، افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، یک بخش تورات را عمل میکنی، یک بخشش را عمل نمیکنی، فقط در بحث اسارت و آزادی اسیر پول جمع میکنید، ولی اینکه خداوند گفته هم دیگر را نکشید، این عمل نمیکنید. خدا می گفته هم دیگر را بیرون نکنید، این عمل نمیکنید. خب شما چرا نقض پیمان میکنید؟ شما با خدا پیمان بستید که شما اینها را نقض نکنید. لذا الله این را بیان میفرماید که با وجود پیمان، ثم انتم هؤلاء، سپس شما این یهودیان موجود، تقتلون انفسکم، همدیگر را میکشید، و تخرجون فریقا منکم، بیرون میکنید گروهی را از خودتون، من دیارهم، از خانه و کاشانه و دیار آنها، تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان،
بر علیه اونها پشتیبانی میکنید. چی میکنید؟ پشتیبانی میکنید بالاثم والعدوان، به گناه و تعدی. و این یأتوکم اسارا تفادوهم، اگر بیاید پیش شما اسیران شما فدیه میدهید، در حالی که وهو محرم حال است از ضمیر چی؟ از ضمیر تخرجونه، خارج میکنید در حالی که اون اخراج محرم است، حرام است بر شما اخراجشان. افتؤمنون، اینجا زجر توبیخ و استفهام تقریری. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، آیا شما ایمان می آورید به بخشی از کتاب؟ بنویسید فدیه. بخشی از کتاب چیه؟ فدیه. و تکفرون ببعض، به بعضی دیگر کفر میکنید. بنویسید قتل و اخراج. قتل و اخراج را کفر میکنی، فدیه را ایمان داری. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. الله می فرماید نیست جزای کسی که این کار را از شما می کند مگر رسوایی در زندگی دنیا. در زندگی دنیا خدا رسوایش میکنه، همین رسوایی، همه اسرار برملا میشه. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، اون نتیجه دنیوی و این نتیجه اخروی. الله می فرماید در روز قیامت برگردانده می شوند به سخت‌ترین عذاب. آلوسی میگه المراد الخلود فی النار، مراد اینه که همیشه در جهنم میمانند. وما الله بغافل عما تعملون، خداوند غافل نیست از اعمال شما، از عمل کرد شما غافل نیست. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، این علت ثمرات است. چرا این نتیجه بد شد؟ چرا در دنیا رسوا؟ چرا در آخرت در عذاب ابدی و سرمدی گرفتار؟ خداوند میفرماید دلیلش اینه. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة، این افراد کسانی هستند که خریداری کردند زندگی دنیا را در مقابل آخرت. آخرت را فروختند، آخرت را از دست دادند، نجات آخرت را، بهشت آخرت را از دست دادند در مقابل زندگی و لذت چند روزی دنیا. فلا یخفف عنهم العذاب، الله می فرماید عذاب از آنها تخفیف نمیشه، کم نمیشه. ولا هم ینصرون، نفی شفاعت قهری، و نه آنها یاری میشوند. ولا هم ینصرون، یاری نمیشوند، کمکی از سوی خدا برای اونها انجام نمیگیرند. بله، این ها بودند نوع چهارم یهود، سوم یهود، کسانی که چی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و خلاف اون چی که در تورات بود عمل میکردند، خیانت میکردند، خباثت میکردند. و اکنون شروع میشه نوع چهارمشون. نوع چهارمشون چه کسانی بودند؟ کسانی که انبیا را از آبا و اجدادشان، انبیا را شهید کردند، انبیا را کشتند و پیمانها را نقض کردند. ابتداء الله تعالی می فرماید ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل، به درستی که ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب و قفینا، پشت سر او فرستادیم، اتبعنا، پشت سر او فرستادیم، من بعده بالرسل، رسول دیگر را. پشت سر موسی علیه السلام اکثر انبیا که آمدند شریعت موسی را داشتند، به کتاب تورات تبلیغ کردند. حتی بعضی ها گفتند 4000 پیغمبر بعد از موسی تا زمان عیسی چقدر؟ 4000 پیغمبر بودند که اینها به دین موسی تبلیغ کردند. الان مقایسه بکنید
که کسانی که صحابه‌ای که تبلیغ کردن به طرف دین محمد صلی الله علیه و سلم و پیغمبرانی که به دین موسی تبلیغ کردند، امروز نتیجه را ببینید. این در واقع برمیگرده به این که الله عزوجل این دین را دین کاملی آفریده. 4000 پیغمبر و اکثر پیغمبران عرض کردم که مبلغ تورات بودند، ادامه دهنده همون شریعت موسوی بودند. حضرت هارون، حضرت زکریا، حضرت یوشع، حضرت حزقیل، همه این پیغمبران. لذا الله عزوجل می فرماید که و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما دادیم به عیسی ابن مریم. ببینید هیچ پیغمبری نامش در قرآن به نام پدرش نیست. نگفته ابراهیم ابن آذر، نگفته که موسی ابن عمران، نگفته که یحیی ابن زکریا. اما در رابطه با عیسی هست که ابن مریم. وقتی که خداوند میگه عیسی ابن مریم، هم رد یهود است و هم رد مسیحیان، چون که مسیحیان میگفتن عیسی ابن الله، عیسی ابن الله، عیسی فرزند خدا. الله تعالی میفرماید نه، عیسی فرزند مریم است، فرزند خدا نیست. پس هم نفی بنوت شد یعنی فرزندی، و هم نفی الوهیت شد، چون ها میخواستن الوهیت عیسی را ثابت. و یهودی ها میگفتند العیاذ بالله عیسی ابن فلان، یعنی میگفتن یک کسی، یک مردی بوده که العیاذ بالله زنا کرده، عیسی از او درست شده. الله تعالی میفرماید نه، عیسی ابن مریم، اول و آخر مریم هست. بله، لذا الله میفرماید و آتینا عیسی ابن مریم، ما دادیم به عیسی ابن مریم البینات. مراد از بینات معجزات عیسی، مریضی برس، مریضی عرض کنم که نابینایی، انواع مریضی ها را عافیت میداد و مرده ها را زنده میکرد. اینها بینات و معجزات عیسی دلیل بر صداقت و حقانیت عیسی بودند. و ایدناه بروح القدس، ما عیسی علیه السلام را تایید کردیم. ببین اینجا هم نفی الوهیت است، چون که کسی که خودش خدا باشد نیاز به کمک ندارد، ما کمکش کردیم، اونم به وسیله فرشته، به وسیله جبرائیل امین. ببینید حضرت جبرائیل امین چند جا آمده که ایدناه بروح القدس، چون اولین نفخ را و اولین دم را به اصطلاح پف را جبرائیل انداخت تا عیسی علیه السلام در گریبان حضرت مریم علیه السلام به امر الله، تا عیسی چی شد؟ به وجود آمد. بعد از اون هر جا در کنار عیسی علیه السلام جبرائیل بود، خداوند بهش مأموریت داده بود، تا اینکه آخرین لحظات که عیسی را میخواستند اعدام بکنند، جبرائیل بود که عیسی را از اونجا برد به طرف آسمان ها. لذا و ایدناه همه این مراحل را چی میشه؟ شامل میشه. اما خداوند میفرماید که شما بنی اسرائیل شما چرا قبول نمی کنید همه انبیاء خدا را؟ افکلما جاءکم، استفهام توبیخ است، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى، آیا هرگاه بیاید رسولی پیغمبری بیاورد بما لا تهوى انفسکم، آن چیزی را که نفس شما نمی طلبد، مطابق میل شما نیست، مطابق خواهش شما نیست، استکبرتم، آیا شما تکبر می کنید، آیا شما اعراض می کنید از ایمان، ففریقا کذبتم، یک گروهی از شما هستید که انبیاء را تکذیب می کنید، و فریقا تقتلون، یک گروهی هستی که شما انبیاء را می کشید. خیلی هستند که از بنی اسرائیل که چیکار میکردند؟ انبیاء را شهید کردند.
اینجا خداوند عزوجل میفرماید که چرا شما این کار را میکنید؟ و قالوا قلوبنا غلف. اینا چه جواب دادن؟ میگفتن قلوبنا غلف، دلهای ما در غلاف است، یعنی غلاف دلهای ما را احاطه کرده، هیچ چی توشون نمیره، برای ما تبلیغ نکن. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفته قلوبنا غلف یعنی قلوبنا ممتلئه علما، دلهای ما پر از علم هستند. لا تحتاج الى محمد، نیاز به بیان و سخنرانی محمد نداره، ما همه چیز خودمون بلدیم. الله می فرماید این زجر قولی هست. الله می فرماید نه، علتی نیست که دلشون پر از علمه، پر از نور و معرفته، بلکه علت اصلی اینه بل لعنهم الله، بلکه لعنت فرموده الله آنها را خداوند لعنت فرموده بکفرهم، بسبب کفرشان، فقلیلا ما یؤمنون، بسیار اندک هستند اونهایی که ایمان می آورند، اینها ایمان نمی آورند. ولما جاءهم، گروه پنجم هستند. گروه پنجم کسانی که در زمان رسول الله بودند و رسول الله را تکذیب کردند، به جای تایید قبول نکردند. الله می فرماید ولما جاءهم کتاب من عند الله، زمانی که آمد پیش آنها کتابی از جانب الله، کتابی که مصدق لما معهم، تصدیق کننده آنچه که با اونها بود. قرآن تورات را تایید کرد، تورات را تصدیق کرد. چگونه تصدیق کرد؟ قبلا خواندیم، یعنی مطالب تورات، مطالب توحیدی تورات را قرآن هم بیان کرد. اما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، همین یهود قبل از آمدن پیغمبر چیکار میکردند؟ یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی قبل از پیغمبر انتظار پیغمبر را داشتند، الان ندارم. من یستفتحون را تفسیر میکنم، اما قبل از اون تاریخ کوتاهی که قبلا بیان شده خدمت شما عرض بکنم که میدانید که یهودی ها باشنده های مدینه نبودند، ساکنان مدینه نبودند. اصالتشون از کجا بود؟ از شام بود، چون که در تورات خوانده بودند و کتاب آسمانی خوانده بودند که پیغمبر موعود و پیغمبر خاتم و آخر زمان مبعوث میشه و هجرت میکند به یثرب. نام قدیمی مدینه چی بود؟ یثرب بود. هجرت میکنه به یثرب، اونجا گروهی هستند دوستان خدا که او را یاری میکنند، اونها اهل بهشتند، یعنی انصار مدینه. پدران یهود، آبا و اجداد یهود به این نیت پاک هجرت کرده بودند، آمده بودند یثرب، زندگی یثرب را، ملک سرسبز شام را گذاشتند، بهشت روی زمین را که شام هست و بعضی میگه عروس روی زمین، عروس روی زمین را گذاشتند و آمدن به مدینه که چی؟ که فردا میاد ما جز انصار او باشیم. لذا پدران، آبا و اجداد نسل در نسل انتظار بکش تا اینکه در زمان یهود مخاطبین قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد. اینجا که مبعوث شد، گروهی که از قبل انتظار میکشیدند، مخلصین مؤمنین مثل عبدالله ابن سلام، وقتی که آمدند علائم را دیدن ایمان آوردن، گفتن بله این پیغمبر همون پیغمبر موعوده. اما اکثرا ایمان نیاوردن، فقلیلا ما یؤمنون. خب خداوند میفرماید خود شما تا دیروز برای مردم بیان میکردید، تا دیروز برای مردم بیان میکردید که چی؟ پیغمبر میاد. خب امروز که آمد چرا ایمان نمی آورید؟ الان اینجا اختلاف بر این تفسیر هست، تفسیر یستفتحونه، که یستفتحون به چه معنی هست؟ بعضی از علماء ما اینجور تفسیر میکنند که یهود
قبل از آمدن پیغمبر طلب فتح می کردن بر علیه کفار. یستفتحون یعنی چی؟ طلب فتح می کردن. چگونه طلب فتح می کردند؟ یعنی هر وقتی که با کسی می جنگیدن می گفتند خدایا به طفیل اون پیغمبری که موعود هست و پیغمبر آخر زمان هست، به برکت و به طفیل او ما را فتح نصیب بفرما. یعنی توسل. متوجه هستید؟ بعضی از مفسرین این معنا را گرفتند و این معنا را انتخاب کردند، اما بعضی دیگر از مفسرین من جمله شیخ ما شیخ حسین علی رحمه الله تفاسیر معتبر مثل روح المانی، مثل بحر المحیط علامه اندلسی، اونها میگه اینجا به معنای توسل و استفتاح نیست. یستفتحون، عرض کنم که اینجا سین به معنی طلب نیست، یستفتحون به معنی یفتحون. مثل استقر به معنی قرار گرفت، نه اینکه طلب قرار کرد. استقر به معنی چی؟ قرار گرفت. خیلی جا هست که سین استفعال معنا نمیده. شما همین امروز آیه ای را خواندید، این آیه هم معنای اون آیه هست. اون چیه؟ قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم. منافقین به هم دیگه میگفتن، یهود به منافقین میگفتن آیا به پیغمبر میگویید بما فتح الله؟ فتح الله را چی ترجمه کردیم؟ بین الله، اون چیزی که خدا برای شما بیان کرده. پس اینجا هم وکانو من قبل و یستفتحون، قبل از این چی کار میکردند؟ یستفتحون، بیان میکردند علی الذین کفروا، بر کفار، بر مشرکان. قبل از آمدن پیغمبر بیان میکردند، میگفتند که مردم پیغمبر موعود این شهر میآید. یستفتحون پس به معنی چی؟ ظاهر کردن، بیان کردن. ببینید علامه آلوسی و بحر المحیط چی نوشته؟ ای یعرفون المشرکین، یعرفون برای مشرکین معرفی میکردن و میگفتن ان نبیا یبعث منهم، پیغمبر از میان اونها چی میشه؟ مبعوث میشه. و قد قرب زمانه، اون زمان نزدیکه. به کفار، به مشرکان میگفتن پیغمبر از میان شما مبعوث میشه، از بنو اسماعیل مبعوث میشه، اون زمان دیر نیست، زود میاد. پس این معنی و کانوا من قبل یستفتحون، یعنی قبل از این برای مردم چی میکردند؟ بیان میکردند. اما الان خدا میفرماید شما تا دیروز برای مردم بیان میکردید. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقتی که اون پیغمبر آمد آنچه را که این یهود شناختند، آمد اون کسی را که یهود را چی میکردند؟ می شناختند، با علائم می دانستند که پیغمبر هست. کفروا به، کفر کردند. ای ستر الحق عنادا، کفروا یعنی چه؟ ستر الحق عنادا، عنادا حق را پوشیدند. الله می فرماید فلعنت الله علی الکافرین، نتیجه کفر اینه که لعنت خدا بر کافران، یعنی از رحمتهای خدا بدور، از رحمتهای خدا فاصله دارند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين.
من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.